بالله قسم آنقدر محبوبیت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در قلبم است که انشالله من پوره حنفی ندارم، در می دلم است. ولیکن من میگم که مردم آگاه بسازیم، در تاریکی نگاه نکنیم، در حدیث پیغمبر را پیش کنیم، به مردم بگویم که اینی طریقه پیغمبر است و همین طریقه را خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه توصیه کرده. مردم ما را بد میگه، مذهب قبول نداره، ما پشت مذهب روان هستیم، اصل توصیه مذهب ما قبول میکنیم، ولی یک عالم معصوم نمیدانیم. وحی آسمانی سر یک عالم نامده، رأی و نظریه یک عالم درست نیست. شده میتونه هزارا عالم رأیشان درست برای هزارا عالم گپشان قابل قدر باشه. ما دیگار خطی بطلان بکشیم؟ کدام وحی سر ما آمده که تنها نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبول کنم، یا از امام شافعی، یا از امام احمد ابن حنبل، یا امام مالک؟ نه، من از داوود ظاهری را قبول میکنم، از ابن حزم قبول میکنم، سفیان ثوری را قبول میکنم، به شرطی که موافقی کی باشه.